به کانال فرافکت خوش اومدید. لطفاً کانال سابسکرایب و این ویدیو رو لایک کنید. امروز میخوایم چند تا از شواهدی که سفر در زمان رو اثبات میکنن رو با هم دیگه بررسی کنیم. شماره 1. پپیستر مسافر. بحث در مورد مردی که در این عکس با لباسی به ظاهر مدرن دیده میشه هنوز ادامه داره. این عکس در سال 1941 در مراسم بازگشایی پل ساوت فورک در بریتیش کلمبیا گرفته شد. اگر با دقت نگاه کنید در سمت راست میتونید مردی با لباسهای غیر معمول ببینید. در حالی که اکثر افراد کلاه به سر داشته و کت شلوار پوشیدن، اون عینک آفتابی و لباس اسپورت پوشیده. بسیاری استدلال میکنن که اون مسافر زمانه، در حالی که دیگران میگن اون فقط انسانیه که مد و فشن رو جلوتر زمان خود درک کرده. باید به این نکته اشاره کرد که پس از انتشار این داستان در سال 2011 بسیاری از کاربران اینترنت اشاره کردند که سبک عینک آفتابی این مرد در دهه 1920 مد شده بود و در حالی که به نظر میرسد او تیشرت پوشیده، احتمالاً ژاکت هاکی روی یخ با نشان دوخته شده بر تن کرده. شماره 2. مومیایی با کتونی آدیداس. چند سال پیش مومیایی توسط باستانشناسان در مغولستان کشف شد. از همون اوایل عده‌ای به شباهت کفش‌های او به کتونی‌های آدیداس اشاره کردند. با بررسی جسد مشخص شد که قدمت اون به 1100 سال پیش برمیگرده. اکنون محققان مرکز میراث فرهنگی مغولستان بر این باورند که اون زنی معمولی بوده، نه یک اشراف‌زاده. این مومیایی به احتمال زیادی زن خیاط ترک بوده. در میان وسایل او کیف، آینه، شانه، چاقو و چند چیز دیگه کشف شده. محققان در گفتگو با خبرگزاری‌ها گفتند این احتمال وجود داره که آثار ضربه موجود روی استخوان‌های صورت مومیایی دلیل مرگ اون باشه. تصاویر نشون میده که چکمه‌های چرمی دارای نوارای قرمز و مشکی و سگک‌های فلزی هن که محققان اونو بسیار مدرن توصیف میکنن. شماره 3. مسافر زمان در فیلم چارلی چاپلین. فیلم سیرک در سال 1928 از چارلی چاپلین بر پرده سینما رفت. اما در میان تمام داستان صحنه‌ای سالها بعد توجه جورج کلارک فیلمساز ایرلندی رو به خودش جلب کرد. اون فکر میکرد یکی از سیاهی لشکران فیلم چارلی چاپلین در واقع مسافر زمان بوده. صحنه مورد بحث زنی رو با کت بلند مشکی نشون میده که در خیابان قدم میزنه و به نظر میرسه چیزی رو جلوی گوش خود گرفته. انگار تلفن همراهی در دست داره و با اون داره صحبت میکنه. شاید این فرد واقعا در حال استفاده از گوشی باشه. اما کارشناسان اشاره کردند که اولین سمعک‌های قابل هم در همین زمان ساخته شده. در نتیجه به نظر میرسه فرد مذکور در حال استفاده از همین وسیله باشه. شماره 4. نقاشی 150 ساله مسافر زمان. آیفون در سال 2007 اختراع شد، اما این دستگاه محبوب ممکنه به لطف یک مسافر زمان به گذشته رسیده باشه. تئوری عجیب سفر در زمان به دلیل تابلویی به نام The Expand شکل گرفت که توسط فردیناند جورج والدمولر در سال 1860 کشیده شد. اثر مذکور در حال حاضر در موزه‌ای در مونیخ آلمان در کنار سایر نقاشی‌های آن دوران به نمایش گذاشته میشه. اما نگاه‌های کنجکاو بینندگان چیز عجیبی رو در تابلو کشف کرده. گوشی آیفون. این نقاشی 150 ساله صحنه‌ای از زن جوانی رو به تصویر میکشه که غرق در تماشای چیزی در دستان خوده، در حالی که مرد جوانی به اون نگاه میکنه و منتظره تا بهش گل بده. بسیاری معتقدند که اون در حال خوندن کتابه، اما در چشم انسان مدرن به نظر میرسه که این دختر جوان گوشی هوشمند خودش رو چک میکنه. پیتر راسل، افسر محلی بازنشسته دولت گلاسگو، اولین فردی بود که چنین مسئله‌ای رو در نقاشی والدمولر کشف کرد. وی در این باره میگه چیزی که بیشتر نظر منو به خودش جلب میکنه اینه که چقدر تغییر تکنولوژی تفسیر این نقاشی رو تغییر داده و به نوعی کل بافت اونو متحول کرده. شماره 5. زنی در یونان باستان با لپتاپ.
چندی پیش تصویری از مجسمه‌ای در فضای مجازی منتشر شد که عده‌ای معتقد بودند سفر در زمان رو نشون میده. مجسمه مذکور زنی رو نشون میده که گویی در حال استفاده از لپتاپه. بله درست شنیدید، لپتاپ. مجسمه در موزه جی پولگتی در مالبیو کالیفرنیا به نمایش گذاشته شده و در 100 سال قبل از میلاد به عنوان نشانگر مراسم خاکسپاری مورد استفاده قرار گرفته. این مجسمه که کمی بیش از 37 اینچ ارتفاع داره، زنی رو به تصویر میکشه که روی صندلی تخت مانندی نشسته، در حالی که خدمتکار جوان جعبه نازکی رو برای بازرسی او باز کرده. عده‌ای بر این باورن که جسم موجود در مجسمه باید جعبه جواهرات یا چیزی مشابه اون باشه، اما نظریه پردازان توطئه این موضوع قبول نمی‌کنن و معتقدن که شیئی که در دستان فرد سمت چپ دیده میشه در واقع لپتاپه. حتی حفره‌های کناری نیز به عقیده این افراد پورت‌های USB هن. شماره 6. مسافر زمانی با تلفن در دست. به نظر میرسه مسافران زمان علاقه زیادی به حمل گوشی‌های هوشمند به گذشته رو دارن. 10 سال پس از فیلم چارلی چاپلین، ویدیوی دیگری منتشر شد که در اون چیزی شبیه تلفن همراه به چشم میخوره. این کلیپ به سال 1938 برمیگرده. به نظر میرسه زنی که در اون ویدیو دیده میشه با تلفن همراه یا دستگاهی مشابه صحبت میکنه. مسلمه که در آن زمان چنین دستگاهی در دسترس نبوده. با تماشای کلیپ متوجه زنی در میان جمعیت میشی که گویی در کنار گوش خود چیزی نگه داشته. حتی به نظر میرسه وی با دیدن دوربین دستگاه رو به سرعت از کنار گوش خود پایین میاره.